پوشیده نیست که امروز جهان ناآرام است. دولت‌ها بر منفعت‌های خود ضد دولت‌های دیگر مبارزه ها می‌برند و همه این اندیشه ما و شما را به آن روانه می‌سازد که به قدر صلح و ثبات وحدت ملی باید رسیم. واقعاً در سطح جهانی سندهای زیادی جای دارد که آنها تامین کننده صلح و ثباتند، از جمله آیین‌نامه سازمان ملل متحد، اعلامیه‌های حقوق انسان، کنونسی‌های گوناگون، پیمان‌های گوناگون، همه آنها تامین کننده صلح و ثبات میباشند. اما دولت‌ها بر مقابل یا مخالف این سندها عمل نموده بعضاً تهدیدها به دولت‌های دیگر میکنند. توسط تلویزیون همه روزه ما دیده ایستاده‌ایم که در دولت‌های علایده نزاع‌های حربی، جنگ‌ها باعث از دست دادن حقوق مقدس انسان، حقوق به حیات و سلامتی گردیده ایستاده است. کودکان وفات میکنند، زنها وفات میکنند که آنها آینده یا نسل آینده ملت ها، نسل آینده جهان را تشکیل میدهند. بدون انسان در روی زمین موجود بودن دیگر نعمت ها هیچ ارزشی ندارد. پس باید حقوق های انسان به مانند حیات، سلامتی، مالکیت و غیره تامین کرده شود. در هر دولتی که جنگ و جدال است، در آن دولت یگان معیار قانون رعایت کرده نمی شود. تجربه تلخی که پیشتر دولت ما داشت و با تشبس‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان ما به صلح و ثبات رسیدیم گواه گفته‌های بالا است. امروز هر یک فرد از جمله شهروندان جمهوری تاجیکستان باید حقوق‌های کنسیونی خود به مانند حفظ وطن را به راه مانند و پوره عملی نمایند. موافق کنسیون کشور ماده 11 تاجیکستان دولت صلحجو است و تشویقات جنگمند است. هر شهروند جمهوری تاجیکستان که مخالف به این مقررات کنسیونی عمل میکند پس آن ویران کننده اساسهای ساختار کنسیونی است. هر شهروندی که در جمهوری تاجیکستان میخواهد دولت صاحب اختیار باشد، دموکراتی باشد، حقوق بنیاد باشد، دنیوی باشد، باید در اساس معیارهای کنسیون صلح و ثبات و وحدت ملی را استوار نگاه دارد. امروز ما به تاریخ سالهای 1991 و 2025 نظر افکنیم. در جهان در نزاع‌های حربی بیش از 3 میلیون نفر و صدها هزار کودکان حیات خود را از دست دادند و تجربه تاجیکستان نیز نشان می‌دهد که با هدایت‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان مرحله مشکلی را تاجیکان پس سر کردند و امروز در مرحله رشد و نمو قرار دارند. کل سندهای معیار حقوقی که در جمهوری تاجیکستان قبول شدند آنها برای انسان تامین حقوقی و شرایط زندگی او روانه شدند. پیشوای ملت همچون نمونه عبرت برای وحدت سرایی، تامین صلح و ثبات در کل جهان شناخته شدند و تشبسی که از جانب پیشوای ملت برای تحکیم 10 ساله صلح برای نسل‌های آینده در سطح سازمان ملل متحد گردید نمونه عبرت برای نگاه داشتن صلح و ثبات و وحدت ملی است. هر یک شهروند تاجیکستان امروز باید در اساس دستور و سپارش‌های پیشوای ملت برای نگاه داشتن صلح و ثبات، وحدت و رشد تاجیکستان سهم بی‌نظیر داشته باشد.